نحوه نصب هارد دیسک تو دستگاه دیویار هارد رو مثل تصویر توی دیویار قرار میدیم. از طریق پیچ‌هایی که پشت برد هست محکمش میکنیم به دستگاه. کابل دیتا و کابل برقش رو که سوکت‌هاش به شکل ال انگلیسی هستن رو با دقت به هارد و مادربرد دستگاه وصل میکنیم. خود سوکت برقش هم در واقع یه سمتش صافه و یه سمتش شیار داره دیگه. دقت کنین که روی برد درست نصب بشه و به هاردم وصلش میکنیم. توی دستگاه ممکنه چند تا پورت ساتا داشته باشین، فرقی نمیکنه که شما به کدوم یکی وصل کنید. این معمولا برد برای دستگاهایی که دو هارد هستن هم استفاده میشه و شما میتونین دو تا هارد به این دستگاه نصب کنید، ولی خب این فضای دو هارد رو نداره، ولی شما میتونین جابجا هم کنین. یعنی اگر یه زمانی حتی این پورتتون خراب شد از این پورت استفاده کنین و مشکلی هم پیش نمیاد.